Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت المستعان على الأمور كلها، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم هون علينا سفرنا، وصل على نبينا محمد وآله الأطهار. به نام خداوند بخشنده و مهربان. پروردگار، در همه کارها تو یاوری تو در سفر همراه کنی و حافظ خانواده باشها سفر را بر ما آسان فرما و بر محمد و آل محمد درود فرست. of Iran, Captain Mirovandi Listrum, Owatani Edward Airbus 310-300 aircraft. Flight numbers 721 and our destination is Vienna. Flight duration is estimated 5 hours and mission reaching at an altitude of 56,000 feet. Your senior flight crew is in charge of ایران ورود شما را به هواپیمای ایرباس خوش آمد می‌گوییم. کادر پرواز این هواپیما برای تأمین آسایش شما مسافران گرامی نهایت تلاش خود را انجام خواهند کرد. متشکرم. خانم‌ها و آقایان، رعایت ایمنی پرواز در هواپیمای جمهوری اسلامی ایران مهمترین اصل است. لطفاً با دقت به نکات ایمنی که اشاره می‌شود توجه فرمایید. Ladies and gentlemen, your safety is of utmost importance for Iran Air. Please pay full attention to the following points. اگر بار دستی خود را در قفسه‌های بالای سر قرار ندادید، لطفاً آن را زیر صندلی مقابل خود قرار دهید. If you have not already placed your luggage in the overhead bins, please put them under the seat in front of you. کمربند ایمنی هنگام برخاستن و نشستن هواپیما باید بسته باشد. کمربند به این صورت بسته، محکم و باز می‌شود. The seat belt must be securely fastened for takeoff and landing. It is fastened, tightened, and buckled like this. در صورت نیاز به اکسیژن، ماسک‌های اکسیژن به طور خودکار از محفظه بالای سر شما در اختیارتان قرار خواهند گرفت. If oxygen is needed, masks will automatically drop down from the unit above your head. ماسک را به طرف پایین بکشید تا اکسیژن جریان پیدا کند. سپس آن را روی دهان و بینی خود قرار داده، بند آن را به دور سر بیاندازید و به طور طبیعی تنفس کنید. قبل از کمک به دیگران، ابتدا از درست قرار گرفتن ماسک خود مطمئن شوید. Pull the mask down to start oxygen flow. Put the mask over your nose and mouth. Secure the elastic band around your head and breathe normally. Make sure you fit your own mask before helping others. جلیقه نجات در زیر صندلی شما قرار دارد. در صورت لزوم آن را از زیر صندلی بیرون آورید، از محفظه‌اش خارج کنید و به این صورت آن را بپوشید. Your life jacket is located under your seat. If it is needed, take it out of the container and slip it over your head like this. بند آن را به طرف جلو آورده و به قلاب وصل نمایید. Bring the tapes around your waist and fasten them to the clips in front. بلافاصله بعد از خروج از هواپیما، جلیقه نجات را با کشیدن این دو دستگیر باز کنید. As soon as you leave the aircraft, inflate the life jacket by pulling sharply on these two knobs. اگر جلیقه نجات به صورت کامل باز نشد، با دمیدن در این دو میله آن را باز کنید. If the life jacket does not inflate fully, blow into these mouth tubes. جلیقه نجات مجهز به چراغ علامت دهنده می باشد که با جدا کردن بند باتری آن چراغ روشن می شود. The life jacket is equipped with a signaling light, which will turn on when you pull the battery plugs. استعمال دخانیات در پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد و دستشویی‌های هواپیما مجهز به دستگاه هشدار دهنده دودیاب خودکار می باشد.
Smoking is forbidden on all Iran Air flights, and all lavatories are equipped with an automatic smoke detection system. باید توجه داشته باشید که استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی مانند تلفن همراه یا هر نوع وسیله صوتی و تصویری موجب اخلال در دستگاه ناوبری هواپیما می‌شود. لذا استفاده از آنها در طول پرواز مجاز نمی‌باشد. شما می‌توانید از رادیویی قابل حمل به جز هنگام برخاستن و نشستن هواپیما استفاده کنید. The use of electronic devices like mobile phones is not allowed at any time, as they may affect the aircraft's navigational systems. You can use your laptop computer during cruise. این هواپیما دارای 6 راه خروجی مجهز به سرسره نجات است. This aircraft is equipped with 6 escape slides. کارت مخصوص اصول ایمنی این هواپیما در جیب جلوی صندلی شما قرار دارد. لطفاً آن را بخوانید. Please read the safety information leaflet which is in the seat pocket in front of you. مهمانداران قبل از برخاستن هواپیما کابین را بررسی خواهند کرد. پس مطمئن شوید بار دستی شما در راهروها و جلوی راههای خروجی قرار ندارد. پشتی صندلی را به حالت عمود قرار دهید. میز و کمربند ایمنی را بسته نگه دارید و به علامت سیگار نکشید و کمربندها را ببندید. توجه فرمایید. The cabin crew will make a final check of the cabin before takeoff. So make sure that all aisles and exits are clear, your tray table is closed, your seat is upright, and your seat belt is securely fastened. Also, please pay attention to the no smoking and fasten seatbelt signs. از توجه شما متشکریم و پرواز بسیار لذت بخشی را برای شما آرزو می‌کنیم. Thank you for your attention, and we wish you a very pleasant flight. Cabin at stations for takeoff. کامل هواپیما و باز شدن درها صندلی خود را تنظیم نفرمایید. خدمت همکاران هم در این پرواز اقامت خوشی را برای شما آرزو می‌کنم. با امید دیدار در پروازهای آینده خداحافظی می‌کنیم و امیدواریم در این پرواز به شما خوش گذشته باشد. متشکرم. Ladies and gentlemen, for your safety, please remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the doors are open. On behalf of this crew, I wish you a pleasant stay. It has been a pleasure having you on board, and we shall look forward to flying with you again in the near future. Thank you.